عبدالواحد جبارپور شاعر تاجیک مقیم روسیه که با حمله‌هایش به مخالفین و منتقدان حکومت نام برآورده بود، روز 25 دکبر سال 2022 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که مقامات حفظ حقوق تاجیکستان به دلایل برایش هنوز نامعلوم او را جستجو دارند و طلب کردند که به بازپرسی حاضر شود. عبدالواحد جبارپور که چندین سال باز در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد، روز 25 دکبر در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت کارمندان شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخله در وادی زرافشان به مدیر مکتب دیهشان زنگ زده امر دادند که او هر کجا باشد برای بازپرسی به نزد آنها حاضر شود. سببش را یگان شرح ندادند که آیا از من چی میخواهند. امروز به مادرم زنگ زدم و مادرم خبردارم کرد که او باب تو را جستجو دارد. همه میدانند که من یگان بار لب به تنقید رهبر دولت یا یگان کارمند حکومت تاجیکستان نکشودم، بلکه برعکس مخالفین حکومت را آشکارا تنقید میکردم، گفت عبدالواحد جبارپور. خانواده عبدالواحد جبارپور در دهه 70 در جماعت شنگ در کنار شهر پنجکین به سر میبرند. عبدالواحد جبارپور که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال است، در سالهای آخر چندین شعر با مذمت و تنقید از سازمان‌های اپوزیسیونی در تاجیکستان فعلا ممنوع از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 نشر کرده است. او همین طور با تفسیق حکومت از جمله در ستایش شهردار دوشنبه رستم امامعلی چندین شعر نشر کرد و به گفته خودش طول 4 سال من پشتیبانی از حکومت تاجیکستان با نهضتی‌ها و گروه 24 مبارزه بردم. نهضتی‌ها با فیکویشان مرا دشنام دادند و اینقدر توسط میسنجر دشنام و حقارت فرستادند که حساب ندارد. در آخر جز ضرر از کسی چیزی ندیدم. حتی شعری که به شهرداری دوشنبه محترم رستم امامعلی بخشیده بودم، اینقدر از نهضتی‌ها به هر یک حرف این شعر دشنام شنیدم، روز تو 50 فیک نهضتی را بلاک کردند. به این دلیل این شاعر تاجیک مقیم روسیه میگوید هیچ نمیفهمد که به کدام دلیل اوباب از پس گفتگو به او شده است. مقامات حفظ حقوق از جمله اوباب این دعوای شاعر تاجیک را هنوز شرح ندادند.